درود، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه اخباری آزادی همراه شما. امروز جمعه 31 ایول است، آخرین روز ماه دوم تابستان و نخست سرخط چندی از خبرهای مهم. ترس از کشتارهای وحشتناک کانیبادام کم شده است. مقامات شهر میگویند دیگر مردم آسوده و بی ترس و لرز از قاتلان بیرحم زندگی دارند. اون نفرانی که به این جنایت تا 10 ساله بودن محکوم کرده طریقی به نسود به حبس ابد محکوم کرده شده هستند. سخت شدن قبول به مکتب‌های روسیه و انتخاب مشکل مهاجران، فرزندانشان را به روسیه برند یا در وطن با خویشاوندان بگذارند. مؤسسه‌های مالی و سازمان‌های دیگر به تاجیکستان گرانت و یا کمک‌های مالی به بازگشت کمتر می‌دهند. سبب چی است؟ گرانتگیری ما علاقه به اتمام میرسد. از سال آینده ما قرض‌های امتیازناک بانک‌ها با ما جدا میکنند. در کانیبادام که 2 سال پیش شاهد قتل‌های بیرحمانه عضو چند خانواده شد، به گفته مقامات دیگر ترس و هراس از بین رفته است. در این شهر که بعد قتل 23 نفر دیدبانگاه‌های امنیتی هم گذاشته بودند، دیگر حضور ماموران انتظامی به نظر نمی‌رسد. همکار ما فرزان محمدی در نشست خبری رئیس شهر کانیبادام حضور داشت و از آنجا گزارش می‌دهد. درآمدگاه شهر کانیبادام در نزدیکی مرز تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان. اکنون نظامیان در اینجا نمی ایستند و حجت رانندگان و مسافران را هم نمی پرسند. دیدبانگاهی را که 2 سال پیش در پی کشتارهای پیهم اعضای چند عائله در کانیبادام تشکیل شده بود برداشتند. جنبسته سالمان 2 فوریه گفته بودم یکم معما نسبت پیشبردی همین دیلوی جنایتی نیست. اون نفرانی که به این جنایت تا 10 ساله بودن محکوم کرده طریقی به نسود به حبس ابد محکوم کرده شده هستند. دیگر اونجا پرابلم نیست و ضرورتی همین دیدبانگاه هم دیگر از بین برداشته شد. قتل بیرحمانه 23 عضو 7 خاندان در کانیبادام در سال 2024 مردم را نگران کرد. در بعضی از محله ها نوبتداری تشکیل کردند و در درآمدگاه شهر دیدبانگاه گذاشتند. تاکنون 4 نفر با اتهام دست داشتند در قتل بیرحمانه ساکنان کانیبادام که در میانشان کودکان نیز بودند به زندان 1 عمری محکوم شدند. پیوندان برخی محکوم شده ها به بیگناهی آنها پافشاری داشتند. در آغاز حادثه درباره تحت پیگرد قرار گرفتن 2 شهروند قرقیزستان هم سخن می رفت، اما مقامات بعد نرم شدن مناسبت های 2 کشور در این مورد هیچ اشاره نمی کنند. بعضی از ساکنانی که از ترس تکرار قتل‌های بیرحمانه به منطقه‌های دیگر یا به منزل خویشاوندان کوچیده بودند به خانه و زمین خود بازگشتند. رئیس شهر کانیبادام میگوید برگشتن مردم از مهاجرت کاری نیز زیاد شد ولی آمار نآورد. ما زیاده از 2000 گکتار امسال کشت ما زیاد شده است. یعنی همین بازگوی آن است که مردم از مهاجرت مهنتی بازگشته آمده به حیات آسایشته خودشان همش به سر و کار گرفتگی هستند. زمین‌هایی که قبلا بیکار خوابیده بود امروز سایه پیدا کرده ایستادند. من یک منطقه توقعی میگفتیم قریب 700 گکتار زیادتر زمین بود، 420 گکتارش امسال ما به واردی کشاورزی کردگی هستیم. همین مهنت طلب میکند، آدم طلب میکند، یعنی روندی منم بازگشت از مهاجرت مهنتی امروز خصوصیتی مثبت دارد. کانیبادام یکی از شهرهای سراهالی و تا چند سال پیش منطقه امن‌تر ولایت سوخت به شمار می رفت. از ماه مارس تا آخر سال 2024 در محله های گوناگون شهر کانیبادام زیاده از 20 نفر کشته شدند و این حادثه ها در منطقه سر و صدای زیادی برپا کرد. حالا دیدبانگاه نیست و به قول مقامات مردم به زندگی آسایشته خود ادامه می دهند. چندی از ساکنان نخواستند که در این مورد صحبت کنند، ولی بعضی دیگر گفتند هنوز وحشت آن روزها را از یاد نبردند و تکرار آن را نمیخواهند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام. با نزدیکتر آمدن سال نو تحصیل، مهاجران آسیای مرکزی در روسیه در برابر انتخابی سخت ماندند که فرزندان خود را به روسیه برند یا آنها را در وطن تنها مانده خودشان بروند. ماه اپریل سال 2025 روسیه قاعده‌های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را سخت‌تر کرد و اکنون سپردن امتحان زبان روسی و نشان دادن حق قانونی اقامت شرط اساسی برای قبول است.
پیش از برنامه با همکارم کیومر سیاتاکی گزارش را در این باره تهیه کرد. صحبت داشتم و از او درباره تأثیر قرارهای نو بر زندگی مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی پرسیدم. بله طاهر، رادیوی آزادی با یک مهاجر تاجیک که می‌خواهد بچه‌هایش را به روسیه برد صحبت کرد. رحمت که نخواست نسبش برده شود گفت قصد دارد 2 فرزند 7 و 9 سالش را نیز با خود برد که چند ماه آخر برای تحصیل در مکتب‌های روسیه آمادگی گرفتند. او گفت که برای کودکان از دهه معلم گرفتند تا درس علاوگی روسی خوانند. بچه‌هایش برای تکمیل زبان ویدیو و برنامه‌های روسی را نیز تماشا می‌کردند. برای قبول در مکتب‌های روسیه فرزندان رحمت باید از امتحان سخت زبان روسی گذرند. او به رادیوی آزادی گفت که حق اقامت موقت یا وینژ دارد و می‌خواهد اویلش نیز در برش باشد، اما در تشویش است که اگر بچه‌ها از امتحان نگذرند مجبور است آنها را دوباره از روسیه به تاجیکستان به نزد بابا و بیبیشان برگرداند. به مثل رحمت میلیون ها مهاجر کاری آسیای مرکزی در روسیه نیز به همین دلیل نگران شدند. در آستانه سال نو تحصیل یعنی 1 سپتامبر خانواده های زیاد از 5 جمهوری سابق شوروی در چهارراه ماندند. آنها اکنون انتخاب سخت دارند که یا کودکانشان را با خود بر روسیه برند تا توکل کرده امتحان زبان روسی سپارند و یا آنها را دور از خود در وطن بگذارند. ماه اپریل سال 2025 مقامات روسیه طلبات را برای قبول فرزندان مهاجران به مکتب‌ها سخت‌تر کردند. اکنون سپردن امتحان زبان روسی و نشان دادن حق قانونی اقامت در محل زیست شرط حتمی برای قبول فرزندان آنها به مکتب است. پیامد این قرار زود به چشم رسید. سال تحصیلی 2025 و 2026 شماره دانش آموزان خارجی در مکتب‌های روسیه قریب 44,000 نفر کم شد. بخش زیادی دانش آموزان خارجی در روسیه فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی هستند. سال تحصیلی گذشته تقریبا 48,000 محصل از تاجیکستان، 22,000 از ازبکستان و 19,000 از قرقیزستان در مکتب‌های آن کشور تحصیل می‌کردند. در طول یک سال تعداد خوانندگان از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان 27% کمتر شده از 122,000 نفر به 89,000 نفر رسیده است. و سال دیگر از همکارم کیومر سیاتاکی این بود که سبب سخت‌تر کردن قاعده‌های قبول بچه‌های مهاجران به مکتب‌های روسیه چی هست؟ مقامات روسیه میگویند که سخت‌تر کردن قاعده ها برای آن است که کودکان درس ها را درست فهمند و به محیط مکتب مطابق شوند، اما حامیان حقوق و کارشناسان ساحه معارف برانند که این امر هزاران کودک را از حقوق تحصیل محروم می‌کند. در نتیجه هزاران کودک از پدر و مادران خود که برای کار به روسیه رفتن جدا شده در نگاه و بین خویشاوندان در وطن میمانند. این قاعده های نو و سختگیرانه در حال جاری میشوند که فشار و بدبینی نسبت به مهاجران در روسیه بالا گرفته و برخورد سخت مقامات آن کشور با مهاجران از آسیای مرکزی نیز بیش از پیش شدت میگیرد. مهاجرستیزی و بدبینی نسبت به مهاجران بعد از حمله گروه تروریستی داعش مخصوصا شاخه خراسان آن به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس سال 2024 اوج گرفت. در پی آن چند شهروند تاجیکستان با اتهام دست داشتن در این حمله محکوم به زندان شدند. آغاز همین سال رحیم سعیدزاده وزیر معارف تاجیکستان گفت که تقریبا 9,000 کودک از روسیه به وطن برگشتند. خانواده ها در قرقیزستان نیز با چنین سرنوشت نامعلوم روبرو شدند. وزارت معارف قرقیزستان تعداد دقیق کودکانی را که در تمام یک سال اخیر از روسیه برگشتند آشکار نکرده است، اما این نهاد روز 28 ایول بر رادیوی آزادی خبر داد که در قرقیزستان عین زمان زیاده از 140,000 کودک تحصیل میکنند که پدر و مادرانشان در خارج از این کشور کار و اقامت میکنند. حکومت قرقیزستان چند پیش برنامه 5 ساله‌ای به وطن برگرداندن مهاجران را تصدیق کرد که کمک در یافتن کار، آموزش و دستگیری اجتماعی آنها را هم در بر میگیرد. همکارم کیومر سیاتاکی درباره مشکلات مهاجران کاری آسیای مرکزی در روسیه صحبت میکرد که از نزدیک شدن سال نو تحصیل و سرنوشت نامعلوم فرزندانشان در تشویشند. گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیوی آزادی آزادی.org به زودی نشر می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مقامات خواسته است سرعت رشد اقتصاد را که در نیم ساله اول 8.2% را تشکیل داده است در همین سطح نگه دارند. او چند پیش در جلسه حکومت بر رهبران وزارت و اداره ها امر داده است که برای نگه داشتن سرعت رشد اقتصاد تا پایان ماه اوگوست پیشنهادهای خود را برای دریافت منبع‌های ایلاوگی رشد به خصوص در ساحه‌های صنعت انرژتیکا به حکومت فرستند. ظاهراً همین رشد پایدار اقتصادی سبب شده است که دیگر به تاجیکستان کمک‌های مالی بی بازگشت کمتر بدهند. گزارش همکاران ما برات یوسفی و علیشیر ظریفی مصدر همین باره است. طی 3 سال اخیرون اگر نگاه کنیم تا چند ماه دیگر دستی تاجیکستان برای گرفتن گرانت یا قرض‌های بازگشت بانک و سازمان‌های بین‌المللی کوتاه خواهد شد. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان روز 28 ایول در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه این تصمیم را به رشد اقتصادی جمهوری و معیار سازمان‌های مالی جهانی پیوند داد. این به خاطر آن است که از امسال سر کرده و سال آینده علاقه تاجیکستان وابسته به کریتریای بانک‌های بین‌المللی رشد با قسمت کشورهای ایدا گپ میگویند، یعنی که گرانتگیری ما علاقه به اتمام میرسد. از سال آینده ما قرض‌های امتیازناک بانک‌ها با ما جدا میکنند. این به آن خاطر است که رشد اقتصادی تاجیکستان در سطح بلند تامین کرده شده ایستاده است و اون کریتریایی که بانک‌ها میمانند وابسته به حجم مجموع محصولات داخلی نسبت به هر سری اهالی علاقه خیلی زیاد شده است. بر اساس پیشگویی بانک آسیایی رشد انتظار می‌رود که رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2026 و 2027 با ثبات یا بلند باقی ماند. این بانک ماه اپریل امسال در گزارش گفته بود که رشد بخش صنعت و خدمت‌رسانی از عامل‌های اساسی افزایش اقتصادی تاجیکستان در 2 سال آینده خواهد بود. این در حالی است که تاجیکستان در میان کشورهای پساشوروی هنوز از زمره کمبیزات‌ها به شمار می‌رود و اقتصاد خانواده‌ها اساساً از حساب پول فرستاده مهاجران کاری از خارج می‌چرخد. مقامات تاجیکستان هم پنهان نمی‌کنند که تاجیکستان هر سال مبلغ‌های هنگفتی را در شکل گرانت یا قرض‌های بازگشت می‌گرفت و در اجرای طرح‌ها استفاده می‌کرد. مبلغ‌های گرانتی 61.6% تشکیل می‌کند در نیم ساله، یعنی که هنوز هم بخش اعظم لایحه‌ها از حساب گرانت‌ها تطبیق شده ایستاده‌اند در جمهوری تاجیکستان با مبلغ 3.5 میلیارد دلار. و وقتی که من درباره سازشنامه‌های نو گپ زدم، یعنی که بینید که سال گذشته ما 7 لایحه برای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری 7 عدد سازشنامه بستیم. حجم یا حصه مبلغ‌های گرانتی 63.7% را تشکیل می‌کرد. معنی امسال در این سال بینید که 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به امضا رسانیده، برای تطبیق 14 لایحه سازشنامه به امضا رسانیده شدند، لیکن حجم مبلغ‌های گرانتی حصه‌شان علاقه 44.3% را تشکیل می‌دهد. یکی از سازمان‌هایی که امسال راضی شده است به تاجیکستان 100 میلیون دلار گرانت یا کمک بلاعوض دهد بانک جهانی است، ولی این سازمان مالی از حکومت تاجیکستان خواسته است که در عوض اصلاحات اقتصادی گذراند. از جمله بهره تامین رقابت در تاجیکستان باید قانون علاهیده قبول شده برای همه صاحبکاران شرایط برابری کار فراهم شود. به نظر اقتصاددان فاضل جان فتولایف قرار بانک‌ها عاید به کاهش پیشنهاد گرانت‌ها بر اقتصاد تاجیکستان به تاثیر نخواهد ماند. اون لایحه‌ای که مهلتشون علاقه گذاشت اونها علاقه با مشکلی وزنی دچار میشن. اکنون دیگر مجبور میشن که بعضی تشکیلات‌های مالیاتی بین‌المللی از گرانت، یعنی که از گرانت با چی گذارن با قرضگیری. در حالی که تقدیم گرانت یا کمک‌های به بازگشت خارجی به تاجیکستان ماه به ماه کمتر می‌شود، تاجیکستان برای اجرای طرح‌های بزرگ چون نیروگاه برق آبی راغون به سرمایه‌گذاری خارجی و قرض‌های با امتیاز امید بسته است. مسئله قرض خارجی و طرز استفاده و برگرداندن آن در تاجیکستان همیشه یک موضوع نگران کننده است. قرض خارجی کشور را تا 1 ایول امسال 2 میلیارد و 900 میلیون دلار برابر به تقریباً 14% مجموعی محصولات داخلی شمرده اند. بیننده عزیز و ارجمند، اخبار آزادی اینجا به پایان رسید، ولی اگر شما میل دیدن ویدیوهای بیشتر، خواندن خبر و گزارش‌های دیگر را دارید، پس لطفاً سری بزنید اول به وبسایت azadi.org و یا صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام
و کانال های رادیو آزادی در تلگرام و یوتیوب و تیک تاک نیست. تلفن های ما در همه شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی هست و واتساپ یکی از وسیله های تماس با ماست. اگر خبری دارید با ما بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر.